بسم الله والحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و رحمت الله بر همه شما بینندگان عزیز، به خصوص روزه‌داران گرامی که در این لحظات تونستید این عبادت بزرگ رو با موفقیت به پایان برسونید و حتما خوشحال هستید که موفق شدید در زندگی. ممکنه برای بعضیاتون روزه گرفتن سخت بوده، ولکن توجه داشته باشید که ثوابش هم خیلی زیاده. این رو خدمت شما عرض کنم که هر کاری رو آدم میتونه هم سخت کنه هم آسون کنه. امسال روزه دیگه توی یکی از گرمترین یا طولانی ترین روزهای ساله، تو خرداد و تیر دیگه، و هوا هم گرمه، روزها هم طولانیه. الله توفیق میده، یعنی ظاهرا آسون نیست، ولی میبینیم برای کسی که الله آسون کنه آسونه. حالا چجوری آسون میشه؟ اول این که بگید که آقا من کاری ندارم، در هر حال من باید شوق داشته باشه دیگه آدم، من روزه رو میگیرم، خدا براش آسون میکنه. یعنی بدونی که تو شک نداشته باشی، الله برات آسون میکنه. و دیگه که شما در مجتمع اسلامی باشی، یعنی همین مردم روزه بگیرن، با کسایی بگردی که اونا روزه دارن، اون وقت بازم روزه برات آسون میشه. توجه داشته باشید که دیدن فایده‌های روزه رو براتون آسون میکنه. شما ببینید که روزه برای شما سلامتی میاره، روزه برای شما بهشت میاره، روزه برای شما ارزم به حضور خدا، ارزم به حضورتون، روزه برای شما رضایت قلبی میاره، خوشحالی میاره، موفقیت دیگه، و بهشت میاره. و اگر روزه نگیرید عذاب وجدان دارید اگر که مؤمن باشید دیگه. لذا میبینید که همه خوبیای روزه همین هم باشه بس. یعنی به اون اگر انسان روزه نگیره، ما رو که الحمدلله الله جل جلاله توفیق در این داده دیگه، شکر خدا که ماه رمضان یادمون نمیاد که یک روزه هم نگرفته باشیم. ولی یقین دارم کسی که روزه نگرفته وقتی افطار اگه مؤمن باشه، شیطان گولش زده باشه، روزه رو خورده باشه، حتما خیلی ناراحت میشه. به اون ناراحتیش هم نمیارزه، یعنی به اون عذاب وجدانش هم نمیارزه. منتها راه‌های دیگه هم هست که ما روزه رو آسون کنیم. یک راه این است که ما مثل اهل کتاب نباشیم. اهل کتاب روزشون 24 ساعته، یهودی‌ها، و سحری نمیخورن. سحری حتما بخورن. پیامبر فرموده سحری برکته، کمک میکنه به انسان که انسان روزه رو بگیره به راحتی. و ما تو حدیث داریم که نعم السحور المؤمن تمر. ابو داود روایت کرده، ابو هریره به ما رسونده این حدیث صحیح. چه خوب است مؤمن در سحری خرما بخوره. اونایی که تجربه دارن میدونن خوردن خرما در سحری کمک میکنه به ارزم به حضورتون که روزه آسون بشه، خیلی آسون میکنه. تجربه کنید، مردمی که تجربه کردن میدونن، هرگز فراموش نکنید. بعضی از ما فکر میکنیم فقط در افطاره، افطار نیست، افطار هم هست، ولی فقط در افطار خرما نیست، در سحری هم هست. و یک خوبی دیگه که خرما داره، پیامبر فرمودن در صحیح مسلم است، در خونه‌ای که خرما هست، اون خونه گرسنگی نیست، یعنی فقر غذایی نیست. خرما یک غذای کامله. ما و شما عادت کردیم پپسی میگیریم، حتی اگر برای خود نگیریم برای مهمونا میگیریم، در حالی که یک سم برای استخوان. اما خرما یک غذای کامله، آهن داره، برای پوست خوبه، یعنی غذای کامل. حالا برنامه ما اون نیست و 20 بار تو قرآن اومده. خداوند در سوره نحل آیه 67 از خرما به عنوان رزق حسنا نام برده. خدا که میگه رزق حسن است، حتما حسن است. و پیامبر فرمود در افطار، در سحری بخورید، افطار بخورید. پس در رمضان فراموش نکنید. بعضی فکر میکنن که عبادته، بعضی از مردم اینجوری یکی میخوره. نه بابا، این خوراکه. متوجه شدید؟ و پس یکی سحری بخورید، یکی ارزم به حضورتون که خرما بخورید. این کمک میکنه که روزه براتون آسون بشه.
راه دیگه که یکی اینکه ثواب روزه رو در نظر بگیرید. راه دیگه که روزه رو آسان میکنه این استش که انسان به کاری مشغول باشه. حالا نمیگم بره تو آفتاب، ولیکن معمولا شیطان برای دستای بیکار کار پیدا میکنه. این در انجیل است. و انجیل هم میدونید که حرف حق و باطل توش جمع کردن. باطل حق که الله گفته، باطل رو توش وارد کردن. و یکی از حرفهای حقش این است که انسان بیکار، بعضی مردم وقت ساعت نگاه میکنه که وقت افطار کی میشه. نه، خود به یک کار مفید سرگرم کن یا حد اکثر به یک کار مباح سرگرم کن. این به شما کمک میکنه که عرضم به حضورتون روزه براتون آسون بشه. اما بالاتر از همه همانا تقویت ایمانه. یعنی یه چیزی رو انسان به خاطر اینکه الله جل جلاله دوست داره او هم دوست داشته باشه. یعنی منتظر، بعضی مردم هستن که میگه آی رمضان داره میاد، وای ما چیکار کنیم رمضان داره میاد. و بعضی هستن که منتظرن. و البته ما باید برای آسان کردن روزه از ماهای قبل اقدام کنیم. اونایی که مثلا روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه میگیرن، الله به ما هم توفیق بده. اونایی که زیاد روزه تو ماهای دیگه میگیرن، رمضان براشون آسان‌تر میشه. آدم خودش آماده کنه و باز بگه که این فصل اگرم سخته، مثل اینه میمونه که شما در روزهای عید اونایی که مغازه دارن، مغازه رو 2-3 ساعت زیادتر باز میذارن که روز خرید فروشه. درست است که 3-4 ساعت بیشتر کار میکنه، اما عوضش میبینی که احساس خستگی هم نمیکنه. چرا؟ مغازه‌دارا در روزهای عید احساس خستگی نمیکنه. چرا؟ مشتری میاد میفروشه و فایده میبره. اما روزهای دیگه میبینی که مگس میپرونه، مثلا به قول قدیمی‌ها عرضم به حضورتون که کسله. این یه چیز درونیه که فایده رو دوست داره. لذا ما شما سعی کنیم که این شوق رو در خود به وجود بیاریم که روزه برای ما عرضم به حضورتون که فایده اخروی و دنیوی داره. گفتم اول برنامه. و دیگه راه دیگه که میتونیم روزه رو بر خودمون آسان کنیم انتخاب غذاست. چه عیب داره که ما از علم کمک بگیریم و به گفته دکترها عمل کنیم. غذاهایی رو که میگه در سحر نخور، عقل دیگه نخور. اونایی که به اصطلاح باعث میشه که انسان تشنه میشه، انسان نخوره. مثال بعضی از دکترها میگن چای خوردن زیاد در سحری درست نیست، به خاطر اینکه عرضم به حضورتون باعث میشه که آب بدن انسان از دست بره. باعث میشه که انسان بیشتر به اصطلاح آب بدن از دست بده. یا نمک بیشتر باعث تشنگی میشه. چیزایی مثل این. و عجیب این است که بعضی در وقت افطار نمک میخورن. نمیدونم از کجا آوردن. در حالی که در وقت افطار باید شیرینی خورد. منظورم که انسان با فکر میتونه کار سخت رو برای خود آسان کنه. آیا نه این است که بشر تونسته با آهن پرواز کنه؟ پس ما میبینیم بعضی وقتا برای جوونا روزه سخت میشه، برای پیرا آسان میشه. چرا؟ اونا عقلشون بیشتره، میفهمن که انرژی خود رو کجا باید مصرف کنن در وقت سختی. حالا میبینی که اگر مثلا وقت گرم انسان بیرون نره، اینا چیزای ساده است ولی بعضیا رعایت نمیکنن، باز میگن روزه سخته. نه، سخت نیست. ما عقل خود رو کاملا به کار نمیبریم. الله به من شما توفیق بده که بتونیم به خوبی ماه رمضان رو به پایان برسونیم با ثواب کامل، با غنیمت کامل، غنیمت دنیا که دعای ما قبول بشه، روزهای ما قبول بشه، و غنیمت آخرت که هدف اصلی هم همونه که از جهنم نجات پیدا کنیم و وارد بهشت بشیم. از الله توفیق میخوایم و در آخر میگیم که اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. الله حافظ و نگهدار شما بینندگان عزیز.